هڅه جامع تاسو ته انځور کړم چې زیاتره کسان په محفلونو کې په خاصو ځایونو کې اغوندي. ما لباسای کوتاه داریم، دراز داریم، کوچیانه ما پرند و مالدار را جور کردیم که در حدود 20 متر تکه دی استفاده شده. زیاتر کساس که به کرایه میگن یعنی یک شب میگیرن دوباره بعد براتون تقسیم میکنن. 50,000 80,000 1 لک. چرمکاری هم است، کار دست هم است، کار ماشین هم است. که گل بخمل است به رنگ سیاه، کمربند داره. قدیمی است که نوشه فعلا کس جور کردن نمیتونه. لباسایی که شما اینجا دارین کدام اقوام بیشتر استفاده میکنن؟ سلامونه د وینډ اف افغانستان درنو لیدونکو، هیله ده چې ښه جوړ او د صحت جامې مو پورته وي. وخت مو په خیر. راغلی یم د افغاني کالیو دکان ته. غواړم هسې جامې تاسو ته انځور کړم چې زیاتره کسان په محفلونو کې په خاصو ځایونو کې اغوندي. او په دې برنامه کې موږ نه پوښتنه کوو چې افغاني کالی په څو ډوله وي، آیا ماشیني دی که لاسي دی، چرمدوزي لري که نه، په کومو قیمتونو باندې خرڅېږي او کوم کسان له دې نه ډېر ګټه اخلي، له دوی څخه پوښتنه به کوو. درنو لیدونکو، اوس ورځو معلوماتو څانګې ته. هغوی نه بیا څه پوښتنې لرو، موږ ته به کالي معرفي کړي او کوم شیان چې په دې برخه کې لازمي دی او غواړو چې موږ انځورونه ورواخلو، دوی نه به پوښتنه کوو. سلام خدمت شما. خوب هستی؟ صحتمند؟ چیل دار؟ خوب هستی؟ تشکر. سلامت باشی. خوش آمد به شرکت گند افغانی پشتون. زنده و سلامت باشید. رقیه بخشی هستم، مدیر مالی و مسئول ریسپشن شرکت تجارتی گند افغانی پشتون. زنده و سلامت باشید. کمی درباره لباسای افغانیتون معلومات بدین، از کدام برنداست، از کجا وارد میکنین، صادرات دارین؟ از ما وارد ما در خود شرکت ما است، در خود شرکت ما تولید میکنیم و صادرات ما هم در داخل کشور است و هم در خارج از کشور. برندهای ما مختلف است. ما لباسای کوتاه داریم، دراز داریم، کوچیانه است، لباس ساده است و لباسای کورتی پتلون است، لباسای تاجیکی است. هر نوع لباس تولید میکنیم. در این شکل لباسایی را که میره بسیار لباسای زیبا و قشنگ، هر کدامش از یک دیگه کده بهتر است. دقیقاً. در از این لباسایی که اینجا هستن ما اقوام مختلف هستیم. بله. از این دیگه اقوام استفاده میکنیم؟ بله بله. لباسایی است که مثلا ما پشتو زبانای ما اکثرا از لباسای گند استفاده میکنه. فارسی زبانا که یک نوعیت و اصلیت یک افغان است لباس افغانی و ما میتونیم از هر نوع لباس افغانی که استفاده کنیم. این تولید خود کشور ماست و هویت کشور ما میباشه لباس گند افغانی. درنو لیدونکو، اوس راغلو د دې د اول منزل برخې مسؤل ته. هغوی نه به پوښتنې کوو، د جامو په اړه معلومات به ترلاسه کوو چې څه ډول جامې دي، له کوم برندونو څخه دي او قیمتونه یې څو دي، څنګه کولی شئ چې تاسې له دې برندونو څخه ګټه واخلئ. سلام، وقتتون بخیر. سلام، خوب هستین؟ صحت دارین؟ شکر بخیر. زنده سلامت باشین. منزل اول که من خودم دیدم فعلا بسیار لباسای مقبول است از لباسای افغانی ما.
بله. میشه که معلومات بدین که کدام برندهایش است، از کجا واردش میکنین؟ این لباس هایی که شما در تصویر میبینید لباس ها ساخت خود همین شرکت است و موادش هم تیار از این شرکت میشه، تولید این شرکت میشه و از اون جمله ما با 3 رقم 4 رقم تا داریم لباس که تولید میکنیم. یکی با عروس خانم ها هستن، یکی با دختر خانم ها هستن، یکی با میان سال است و یکی هم با طفلان است و واسکت های مردانه را هم جور میکنیم به خاطر از اینکه هم شکل پیرن عروس باشه، واسکت های داماد البته. و از اون جمله ما پیرن هایی را که بر شما به تصویر نشان میدیم دیزاین نو است. این ما به خاطر سیزن بعد از عید ماه که محفل شروع میشه ما این پیرن دنباله‌دار را جور کنیم که در حدود 20 متر تکه دی استفاده شده و این دنبالش است. واقعا نی زیباست. امی چیزایی که دی 4 بغل از این ساخته شده. بله. آیا این چرمدوزی است یا ماشینی است؟ این که از کار گراف است امرای چرمدوزی. این گراف است امرای چرمدوزی ما را مکس کردیم امرای تکای تاجیکی و تکای بخملای گلدار خالدار که چند نوع تکره و چند نوع گراف و چرمه را ما دایی مکس کردیم به خاطر یک چیز نو بیاید. و اینجا شما دیگه لباس را که شما در تصویر میبینین این هم پیرن هم شکل ازی پیرن دنباله‌دار است و پیرن عروسانه است. ما این لباس هم که است نو جور شده، این ما پیش از این جور کرده بودیم دیگه یک هفته میشه. دیزاین نو است، شیپ نو است و یک چیز بسیار مختلف است. این لباسی که زیادتر عروس خانم‌ها ما دیدیم در محفلات زیاد استفاده میکنه به این شکل لباس است. کم شکل لباس افغانی است اما شکل دیزاینش فرق داره. میشه برای این معلومات بدین؟ این پیرن که شما میبینید این پیرن به نام پیرن عروس است. پیرن نوایی میگنش که از 3 طبقه ساخته شده، 3 منزله است به یک حساب و این بخمل ابریشمی استفاده شده امرای گلاباتون. کلاه هم داره. کلاه هم داره. کلاه از این که است یک چیز تاریخی است، یعنی از دوران ظاهرشاه و از اون مردم ها ماندن و این کار نو نیست. یک چیز بسیار زینتی و یک چیز بسیار سابقه است. این به این شکلی مکمل کار دست است. در حال کدام تعرض شده که از این استفاده کرده باشه؟ دختر خانم ها از این استفاده میکنن، دور سیاشن از استفاده میکنن و یک پیرن از بسیار متفاوت از این پیرن ها است، چون ما شیپ ترکی را که تا افغانی مکس کردیم یک چیز تازه و جدید در بازار بیاره. این لباس هایی را که شما میبینید در تصویر این تکای تاجیکی است و امرای یخنای افغانی استفاده شده. یک پیرن بسیار ساده محفلی است. محفلای خانگی که میباشن دختر خانم ها از این میتونن استفاده بکنن که از اون جمله ای است و یک چیزی که بسیار شیپ خوبش است. نو به شکل 7 است. بله به شکل 7 است. و اینجا لباسای مختلف دیدم از برندتان که هم با روسا بود هم با افراد عادی که باشن. میشه برای قیمتاشون بگین که از کدام قیمت شروع تا کدام قیمت عروسا میتونن بگیرن و نفرای عادی به چقدر قیمتاش است؟ لباسایی را که شما دیدین در تصویر مشاهده کردین یا هر کدامش قیمت خود داره و یک چیزی است که ما اینجا یک سهولت ایجاد کردیم به مردم به نرخ عمده تر ما میتیم نظر به پرچون کرده، چون اینجا حتی از 1000 افغانی لباس شروع است تا 50000 80000 1 لک او وابستگی به خود لباس عروس داره. او چه رقم میخواه و تو پیرن داریم که 1 لک روپه قیمتش است، چون مکمل کار دست است، یخنش هم کار دست است، دامنش هم کار دست است. او از جمله لباس های دنباله‌دار است. دیگه او تو پیرن هم که داریم 1000 افغانی است. پیرن ساده است مثل لباس ها را که شما میبینید در تصویر. این رقم ساده است که دختر خانم ها یکم میمونی میرن، یکم محفل خوشی خانگی میرن میتونن استفاده بکنن. بدون از اینکه شما فروش میکنین آیا به زیادتر مکاسات که به کرایه میگن یعنی یک شب میگیرن دوباره بعد براتون تسلیم میکنن؟ گفتم شما هم به مشتریانتان خدمات عرضه میکنه؟ شما نرخ کم آوردیم که تا مشتریای ما هموطنان ما کرایه نگیرن بخرن. اینجا لباسا رو مدیر در منزل دوی که شما گفتین فعلا میخواین کدام منزل بریم و کدام لباسا رو میخواین به اون به معرفی بگیرین؟ میخوایم که لباسای طفلانه را و امرای لباسای کوتاه براتون به معرفی بگیرم که از او جمله ما شما در منزل اول باید بریم.
فعلا در منزل اول قرار داریم ما شما. پیرنای طفلانه را و پیرنای کوتاه را همکار ما برتان به معرفی میگیره. آیده جان همکار ما مسئول همین منزل است. سلام علیکم، خوش آمدید. خوب هستین؟ صحتمند بخیر؟ خوش باشین. قسمی که مسئول تمام امی برند با ما لباسای افغانی رو به معرفی گرفت. اینجا پایین آمدیم تا لباسای طفلانه و لباسای کوتاه رو شما به معرفی به ما بگیرین. میشه با ما معرفی کنین از کدام برند لباس دارین؟ طفلانیتون به چه قسم از چرمدوزی است؟ ماشینی است یا دزدوزی است؟ یکم معلومات ما بدید. این منزل که است منزل طفلانه و کوتاه است. منزل اول با برند پشتون است و لباسای ما هر نوع از چرمکاری هم است، کار دست هم است، کار ماشین هم است. هر نوع دخت ما داریم در این منزل ما. از چرمکاری شروع کنین. همین لباسای چرمکاری به ما نشان بدین که کدام است، اما طفلانه باشه. این لباس ما که است، این لباس عروسانه گفته میشه که یخن بلوچی داره. آستینایش و لب دامنش چرمه کار شده و این قسمت دامنش هم قرص است و تی هم کار شده و پینکای که در لب دامنش کار شده. این یک لباس مکمل است. به عروس خانما کسایی میخوان کوتاه بپوشن استفاده میکنن. این لباس ما هم که است تکی گل بخمل است. یخن بلوچی و آستینایش و دامنش چرمه کار شده و پینکای در دامنش کار شده و در لب دامنش و لب آستینش هم کار شده. این هم پیرن سیت مکمل است. چادر تنبان امر خود داره. عروس خانم استفاده میکنه. و طفلانه رو میشه با ما طفلانه با معرفی بگیریم. طفلانی ما دو بخش است که پیرنای طفلانی ما دو قسمت هستند. لباسای طفلانه که چرمدوزی هستن یا ماشینی هستن میشه اونا رو با معرفی با ما بگیریم. این اون طرف که بخش لباسای طفلانی ما هستن که چیز است. اون چرمکاری هم است. در خود تکه چرمه شکستانده شده و گراف و ماشینی و هر قسم است. این قسمت که میبینین کلش لباسای طفلانه است. این است تکی تاجیکی و تکی شمکایی کار شده و یخنش هم گراف است و پلوش هم تکی بنارس است و چرمه کار شده. یخنش هم یخن بلوچی می باشه. اینجا یک لباس دیگه بسیار زیبا با پیزارش و همون چیزایی که با عروس خانم‌ها به کار است و بسیار یک دیزاین مقبول هم داره. تکیش هم بخمل است. میشه باره این معلومات؟ این لباس عروس است که دنباله‌دار می باشه. تکی بخمل ابریشمی است. با این لباس کوچی گفته میشه. یخنش هم کوچی است و واتی هم امره خود داره. پشت دامنش هم در حدود دنبالش کمتر از در حدود دیگر لباس‌ها و در پشت دامنش هم یگان کار دست شده. لباسایی که ماشینی باشه دارین؟ بله ها داریم. کدام است ماشینی دارین؟ این پیرنه که است یخنش هم ماشینی است. آستینایش و لب دامنش چرمی هم کار شده چرمی ماشینی است و تکی بخمل زری و تکی گل بخمل کار شده. لباسا رو دیدیم واقعا لباسای مقبول و زیبایی بود. واقعا خوشم آمد. میشه بگین که از این لباسایی که شما اینجا دارین کدام اقوام بیشتر استفاده میکنن؟ مردم افغانستان خودتر استفاده میکنن. با زیادترش مردم پشتون است که سمت جلال آباد، لغمان، غزنی و ننگرهار و اینجا زیاد استفاده میکنن. سمت مردم پشتون. زور از بازار این لباسا چقدر خرید فروش داره در این فصلی که ما قرار داریم؟ در این فصلی که قرار داریم بازار ما الحمدلله خوب است و تابستان است. عروسی هم زیاد است. شکر است. دیبا ستاره صنعت از فروشنده های شرکت تجارتی و تولیدی صنعتی سیگان افغانی پشتون. تشکر. زنده باشین. دیگه وقتتون رو ماده. اینجا بسیار لباس مقبول است. دنباله هم داره، واسکت هم است. میشه برای معلومات بدید؟ این اسپیلن گند افغانی برای عروس است. دنباله دار است. واسکتش هم است. با داماد است. دیگه این کاملا چرمی تکای توتایی کار شده. پشت سرش هم دنبالش که است. تقریبا 14 متر است. واسکت مردانه یخنش هم یخن کار دست است بلوچی. اینجا دیگر لباسایی هست که مثلا عروس خانم‌ها زیادتر خوش کنن از آن استفاده کنن؟ بله اینجا زیاد پیرن است که عروس خانم‌ها خوش میکنن. کدامش است؟ بفرمایید اینجا بیاین. این پیرن است. تقریبا در چند رنگش است. 3-4 رنگش است که برای عروس خانم‌ها است. که بخمل است و که گل بخمل در کار شده. یخنش هم کار دست است.
اینا تنها چادر دارن یا هم کلاه هم دارن؟ زیادتر کسا کلاه استفاده میکنن. کسایی که کلاه خواست ما برشان کلاه داریم، بخش زیورات از کلاه میتیم و کسایی که چادر خواست ما میتونیم برشان چادر بدیم. مگر زیادتر مشتری ها که میدن امروز چادر استفاده میکنن. میشه درباره از لباس معلومات بدین؟ این لباس به کدام نام یاد میکنن؟ تکیش و همچنان کار دست است. چی نوع کار است؟ امروز معرفات بدین. خب این کسته این پیرنای کوچی است، تقریبا از 30 سال پیش هستند. مکمل کار دست هستند. تکی گل بخمل است، یخن، کمربند، آستین، کل شموره است. این کاری است که توسط بانوها انجام شده، کار موده است و این بسیار خدمات از زیاد است و مشتری هم انتخاب مشتری زیاد داره. خوب است، زیاد داره وقتی که یک کوچیز خونه است. لباسایی که گفتم بسیار واقعا زیباست و دور ما جلب توجه میشد. یخن بسیار ساده است، اما قسمت کمرش فکر کنم ولی گرفته شده معلومات میشه بده. این تکه گل بخمل است، به رنگ سیاه، کمربند داره. یخنش کار ساده است، یکم تا ساده خوش میکنن. در قسمت آستین و پایان دامنش واتی کار شده. با قسمت ها یک لباس دیگه هم هست که نه قدر دراز است و نه قدر کوتاه میشه. اونم یک معرفی بر ما بگیرین. گند افغانی است که از 30 سال پیش تقریبا قدامت داره. گندایی است که بسیار قدیمی است. او کاست که جوری کار شده، یخنش کار دست است، در کمرش موره کار شده. یک لباس دیگه هست که هم چادر داره و هم کلاه زیبا دارن. شکل و دیزاینشون واقعا هم جالب است و هم بسیار زیبا کار شده. در قسمت دامنش بالاتر از دامن، آستیناش و یخنش. این چی نوع لباس است؟ به کدام نام یاد میشه؟ این کاست لباس گند افغانی دراز است، بخمل زریز در کار شده. فیتا و پایان دامنش که زیادتر مشتری خوش میکنن بخاطر که فیتای رنگ رنگه کار شده. زیادتر یعنی این خوش میکنن، هم کوتاهش هم درازش. یخنش هم موره است، آستیناش هم موره است و خودش هم چادر داره، هم کلاه داره. میتونن امروی چادر هم استفاده کنن، میتونن امروی کلاه هم استفاده کنن. اون قسمت یک لباس ساده است اما تکیش فکر کنم گلدار است. بله. و اون باز به کدام شکل است؟ این که تکه هندی است، تکیش جوری است، گلدار است، گلدار خامکی است. یخنش کار دست می باشد، چادر داره دیگه. آستیناش هم به شکل اوریب است. این که ساده است، دختر خانمایی که ساده میپسندن. این چه نوع لباس است؟ این هم پیرانی است که نه کم کار است نه ساده است. یخنش، آستیناش، لب دامنش فیته کار شده دیگه. کمربند هم داره، چادر هم داره که زمین فیته لب دامن و آستینش کار شده. با لباس بالایش فکر میکنم تکای خارجی استفاده شده. بله. این تکه تاجیکی است، یالان است دیگه. کسایی که یالان میپوشن تکه تاجیکی کار شده. واقعا ساده و مقبول است. ساده است. اینجا واقعا زیورالات بسیار زیبایی است که با لباس‌های افغانی پوشیده میشه. پشترتان هم لاکت های است. میشه باید معلومات بدین که چگونه لاکت های از کدام و کدام لباس ها زیادتر استفاده میشه؟ این لاکت ها این سیت زیورات است، بخش زیورات ما است. این با پیرنای عروس زیافتر استفاده میشه و دختر خانم هم استفاده میکنند با محفل خوشی که از اون جمله این سیتای لاکی است، سیتای سابقه است و این سیتای نو است و از جمله دیسکولک های است که دختر خانم ها استفاده میکنند و این کلاه مزاری است دیگه. این هم سیتای مکمل شما بخش زیورات خانه ما را که شما مشاهده میکنید تصویر مکمل یاره دختر خانم ها استفاده میکنند به محفل ها. ما که زیادتر دیدیم پاولیدار لبامی لاکتای پاولیدار باشه زیادتر استفاده میشه لباسایش. بله ها، لاکتای پاولیدار هم ما داریم اینجا که از جمله بسیار پرکار است و این هم و پاولیدار که میگن اینی از زنگوله داره دامنش که از اون جمله این سیت است که بازی هر کدامش از خود لباس جداگانه داره که مثلا این رنگ سبز به خود داره، این باز کت پیرن تو زیاف مچنگ داره چون رنگ سبز است به خاطر دیگه. این رنگ سه رنگ است که باز کت کلش مچ میکنه و این رنگ سرخ است که لباس هایی که عروس خانم ها رنگ سرخ خوش دارن و باز میتونن سیت سرخ بپوشن استفاده کنن. و قیمت های از اینا چی قدر است؟ یعنی تا چه اندازه شما فروش دارین از این؟ قیمتش از 500 افغانی شروع است الا در 30,000 و 40,000 افغانی هم ما سیت داریم که او از نقره می باشه که بلندترینش سیتی است که فعلا ما همینجا داریم. قیمتش از 4,000. این قسمت که شما مشاهده میکنید ما از جمله پایزیب داریم،
پیزبند داریم، گوشواره است، دیگه انگشتر است، کره است، دیگه کمربند است، دیگه هر قسم است چیزی که در لباس های افغانی استفاده شده ما او را مکمل داریم. در قسمت کری دیگه هم از فکر کنم اونا شاید قدامتش بیشتر باشه، زیبا هم هست، میشه برای اونا هم معلومات بدین؟ این کره بسیار یک سابقه طولانی داره که در حدود 20 سال یا 30 سال قدامت داره و یک چیز بسیار خاص می باشه. چیز قدیمی است که نوشه فعلا کس جور کردن نمیتونه و موادی که دیگه استفاده شده یک چیز بسیار اعلی دیگه استفاده شده که خراب نمیشه. امروی لباس های افغانی که شما به معرفت گرفتین و این زیورالات زیبایی را که به معرفت گرفتین، آیا به کشور خارج هم صادرات دارین یا خیر؟ بله، ما در کشورهای خارج صادرات داریم که از جمله کشورهای آلمان، امریکا، کانادا، در سر جهان بگویی ما آردر میگیریم و ارسال میکنیم. دقیقا چقدر پرسنل در این شرکت شما کار میکنه؟ طبقه دختر خانم هست افرادی که در اینجا کار کنه؟ طبقه ذکور چقدر است؟ در حدود 50 نفر در اینجا کار میکنه که از جمله 35% دختر خانم پیش میبره و به خاطر که یک همکاری باید باشه چون کار بیرونی است 15 نفر یا 15% مردا کار میکنه از جمله یک خودم هستم. چطور سال از این وضعیت که هست کشور ما شکل اماراتی گرفته چقدر خوش هستین؟ چقدر در این زمان خرید فروش ما بیشتر شده کمتر شده؟ برای معلومات بدین. ما خوشبختانه در حدود 9 ماه میشه که آغاز به فعالیت کرده شرکت ما و خوشبختانه زیاد دستاورد داشتیم و تقاضای مردم زیادتر شده و به مو خاطر ما نمایندگی های ما را در داخل کشور و خارج کشور افزایش دادیم که درباره کار گرم بودن کار سوال کردی. وقت تابستان است، وقت محفل است و سیزن کار است دیگه خوب است، شکر الحمدلله ما راضی هستیم. و چطور است از امنیت فعلا که امنیت در کشور خوب شده، خرید و فروش هم بیشتر است، چطور است از این وضعیت شما راضی هستین یا خیر؟ الحمدلله امنیت خوب است، امنیت که برقرار باشد این کار معمولی است که وقت امنیت باشه کار بارم خوب است. درنو لیدونکو دا زموږ نننۍ خپرونه چې موږ راغلو د افغاني کالیو شرکت ته چې ښایسته جامې او موږ تاسو ته انځور کړو. نور خپرونې هم لرو نو تاسې وینډ اف افغانستان چینل تعقیب کړئ او له موږ سره پاتې شئ. تر بلې خپرونې د تاسو په لویه لاس سپارم. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.